میکنم با شما با اهل مردمی که ما رو میشنوان. علیکم سلام. میخواستم یک چند مسئله که اینجا نفرانی که در تماس برآمدن ابراز داشتن درباره مسائلی که برای رئیسی عملیاتی که هواپیمایی که از شهروندان رو بردن و برای خدمت حربی دیگر مسائلی که امروز اینجا قید کردن در این بخش مستقیم. خب درست است که در شبکه فیسبوکی سلیم جان انصاری شاید یک نفر شخص وقتی شما گفتن که نرخ یک سکه 35-40 هزار سوم در حقیقت همین نرخ بود، ولی سلیم انصاری در کامنتی خود در شرحی خود نویسم که من گمان میکردم که حکومت جمهوری تاجیکستان همین نرخ رو گذاشته است. خب لیکن مردم خودش برای که با وطن بازگردد همین قدر مقدار پیشنهاد میکنه که ما رو برگردانده، ما رو به نوبت چیپتا دید و ما حد زوبه به وطن برگردیم. دیگه مسئله که خدمت حربی ولی بس مسئله دویم 1 دقیقه، مسئله دویم 10 دقیقه، مسئله یکم ده. یعنی تصور کن مردم به این اندازه یعنی که فرهنگش پایان میگیره که میگه که اکا بلیت شما 20,000 ما برای شما 50,000 میتونم مرا به وطن برم. همین خیلی کی نمیخواد با 20,000 وطن نره؟ من شما را گفتم که شما میتونه که در شهری که سلیم جان انصاری شهر داده، ما اصلا هیچ خدمت نمیگم. سلیم جان انصاری به حیث کی شهر داده است؟ متخصص شایب اویاکاسا حیث مدیری که در جمهوری فدراسیون روسیه در فدراسیون روسیه قرار دارد. خب آیا میشه شهری همو اسناد و دلیل باشه؟ یعنی که ببینید که انا بلیت 20,000 همین درست است. من از داخلی همو چیپتاهایی که همو مرکزایی که چیپتای هواپیما میفروشن از داخلی و در صفحه یوتیوبی بنده سلمان خالیقوف نوار دارم که از داخلی انا همو کامپیوترهایی که آنها میشینن بلیت میفروشن نرخ بلیط ها از تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان همه نرخ ها هستند. مگر اون دلیل اثبات شده نمیتونه؟ خوب باشه من سخن شما را انکار نمیکنم. نه دلیل شده میتونه انکار شمون همه چیز دلیل شده میتونه یا کی نه؟ سخن من بالاتر از سخن همو انصاری که نمیتونه شده که من چیزی که ریال نه از داخل کامپیوتر خیلی همونو دارم نوار این نمیشه این مثال آورد. چرا این مثال آوردن؟ سخن یک مهاجری که بدون هیچ دلیل من اسناد پیشنهاد کردم، از زبان خودم نگفتم، اسناد از داخل کامپیوتر و انا همو اتاقایی که اونها میشینن چیپتا میفروشن و نرخ بلیط ها در آنلاین نوشته میشه چقدر است من برای شما نشون دادم. مگر اسناد چیزا نمیتونه؟ چرا این مثال نآوردی و کدام صفحه فیسبوکی شهری کدام نویسنجات کدام مهاجر مثال آوردی؟ چرا سخن من قبول نمیشه؟ من شما رو گفتم که من هر چی دیدم اما ما در وطن قرار دارم. من ان شاء الله که شکر خدا میکنم که وطن آباد است. در بله آباد در وطن آباد چی کسی که در مهاجرت از او شکری چی را بکنه بعد خود در وطن شکر خدا در وطن دی وطن آزاد داد. کسی که در مهاجرت در شعبه پلیس عین حال بسته است او چیکار بکنه؟ قید میکنه که پدر مادر من هم در مهاجرت قرار دارد و نباید که سبب مهاجرت گشتن مردم رو با حکومت مواجه کنه. انا سوال انا جرات تحلیل انا بستك انا تحلیل خوب یا دقیقه نه تحلیل بسیار عالی جناب به یک دقیقه هموطن من راستی همین سرم جمعه وقتی که میگوی که مسئله مهاجرت رب به حکومت نتین من ایجا روی به حیثی من روی برنامه به حیثی نمیدونم کدام چی برات مثال بیارم کدام آن قرشقوله که در باغ هم چسبانم من به او حیث نیستم. من به حیثی هستم که اومدم اثبات بکنم حرفای دروغی خطا مهاجرت. خب یا حکومت ساخته میشوه و بخش های زیاد داره برای خودش کمیته داره وزارت داره خواه وزارت مهاجرت داره سفارت در وطن از داره نست اول پیش از اونه که داخلی وطن برای من شهر بتی این همه حوضی برای 3 دقیقه وقت میتونم من خطت نمیکنم اما اول با یک شرط مسئله دیپلم رستم از جنبست میکنیم خونده و نخوندهش خلاصه براری میکنیم برای 3 دقیقه وقت میدم تمام فکرات بگو همون نفر خوند یا کی نخوند اثبات کردن میتونی
اثبات دانشگاه ملی تاجیکستان را خونده. دانشگاه ملی شمال آمریکا و روسیه‌اش. آمریکا رو هم خونده. این رفته گاز روسیه رو هم خوندگی است. دیپلم داره از همون نفر. دیپلم آمریکا و روسیه داره. من خواندن روسیه و آمریکا معلومات ندارم. تاجیکستانش معلومات داری؟ تاجیکستانش معلومات دارم. دیدهش یگان بار که درس رفته است. اکا در وقتی که روسیه اومد دانشجو بود، محترم روسیه اومد دانشجو کی بود؟ من خواننده صنف مکتب بودم. مکتبی چند؟ مکتبی چند؟ خواننده صنف چند بودن یعنی؟ تقریبا من شاید صنف 6 یا 7 بودم. صنف 6 یا 7 بودین. خب من از داخل دانشگاه ملی خدا شاهد است آموزگاری که در کورپوس 8 خطا نکنم درس میتیه برای من با تمام اسناد گفتگی است که در تاجیکستان رستمی رحمانوف حتی یک روز درس رفتگی نیست و نامی دکانی که زچوتکا و امتحانات او را گرفتگی است برای ما گفتگی است. من در جای نویسندگی است فراموش کردم کی است چی است و چند قدر درس خونده است. اما بحث این است که خود دبالات مهاجر گفته که کسایی که دیپلمشون میخرن مهاجر میشن. خب مثال چرا رستمی رحمانوف دیپلم میخره مهاجر نمیشه؟ بحث این است. دیپلم شما انا هنوز مثل سخنرانی خودتون اگر شما دلیل بیارن که خریده. دلیل دیگر دیر چند روز پیش در پارلمان کشور بچه فرزندی سابق وزیر معارف اون جنتلمن دیگرش نوریدین سعیدوف خطا نکنم با نام شاروخ شنکر است که است خلاص گپ در پارلمان بر اومد وکیل پارلمان سیدجعفر عثمانزاده گفت که بچه بیسوادی کم ترک آماده شو بیا در پارلمان صحبت که آیا چونین یک افراد یک نفری بیسواد در پارلمان چی گون کرده چیکار میکنه؟ وکیل پارلمان گفت من نگفتم میتونین نوارش پیدا کنین. وکیل پارلمان گفت که بچه وزیر بچه محترم سابق وزیر رنگمو اتاد بوده سه جوره برا همون ربا تایو چون چی میگه کو هم برا خطی همون کار کو همین چی میگوی نوارش برات نشون تن نوارش ما تماشا نکنم نوارش تماشا میکنم میبینم که چی تمام جوره سلامت باشی نوارش تماشا کن ان شاء الله برنامه دیگه بیا بگو برادر دست در نکنه راست میگفته او یک احمقی بی سواد نه برای خب انا مسئله دیگر دیسرنت تمام از او بالاتر از اون بچه جنتلمن بالاتر مشاوری پرزیدنت سروزیر تاجیکستان دولت رئیس معاون سروزیر دولت رئیس سعیدوف و مثل آنها ده ها تا دیگر 45 46 تا منصبداران بالایی که اثرهاشون از اثرهای کدام نویسنده ها و عالمان روس دزدیدند دیپلم زشته کردن نامزد علم شدن اونها را چی میگوی؟ و تو از درد مردم نگفته سی تو میگو که رستم گرینه 7 دیپلم داره تو از حکومت تعریف داری تو درد ملت ها نگفته است تو میگو دروغ میگن بلیت 7000 من چی بگم کدام درد ملت از دیجا چی درد نو کردی من درد نو کردم برو اشکار در مقابل ما گپ زن بیا مثال سپارش کی خدی سپارش کی خدی با دلیل گپ زن سپارش کی خدی سبب پیدایش گروه بسیار چی بود؟ نمیدونی سبب پیدایش گروه 24 زمانی که مملکتی شادروان رهبر حرکت سیاسی گروه 24 عمرعلی قوتوف از طرف داماد رحمانوف دزدیده شد غارت کرده شد برو اومد در خارجه یک حرکت تشکیل داد به خود نام حرکت هم گذاشت برای نفر شهیدان که در بدخشان از طرف نیروهای امنیت کشته شد حرکت 24 اینا مگر شامل دادم حرکت تشکیل نکرد کی؟ اگر سو شامل دادم با عقیده شما گویا که سو شامل کمات گرفته اگر خیلی گم نیست که باشه مورا بگو که اگر گویا که با گفته شما که کمات سو شامل گرفته اگر سو شامل داد حرکت گروه بسیار نرد اون نفر رنگ خود چوپلوز نبود که اگر تمام شد مگر بگه اون نفر مول شگرتن مبارزه بود او حق داره او بگذار از حق حقوقش دفاع کنه بچه در همین اسلام بستو سلامت باشی وقتی من تیر نکی وقتا زنگو زیاده است مبارزه بردی شما ای گفتین شما گفتین گفتین نه میگونی آخی برد خاک تو سرت یگم سوال جواب نمیتی یگم سوال انا ما از داخل داریم آبادی وطن آخه گپ زن دیپلمای دزدیده وکیلانی بسواد
خب چیپته‌های قیمت کدام سوال جواب دادی یک گام تیشه البته اقلا تو یک سوال مرا جواب ده ما برات وقت بتیم